دوستان عزیز، لازم دونستم یه دونه ویدیو بسازم براتون در رابطه با هنگ کردن گوشی‌های شیائومی. عرض کنم خدمتتون هنگ گوشی‌های شیائومی به خاطر رم مجازیه که از هاردش میکشه. شما میتونید وارد تنظیمات بشید، از قسمت تنظیمات بیشتر وارد قسمت باز کردن حافظه بشید. اینجا شما حالا بستگی به رم گوشیتون، حافظه گوشیتون چند تا مقدار دارین، 8 گیگ، 6 گیگ، 4. حالا میگم بستگی به گوشی داره، یکی مثلا 3 گیگ داره، یکی 2 گیگ داره. بهتره اینو خاموش کنید. یعنی حالا من چند بار امتحانش کردم تو گوشی‌های مختلف. زمانی که شما روی یه عددی میذارین درست مقدار رم گوشی بیشتر میشه ولی گوشی لج پیدا میکنه. حالا نمیدونم داستانش چیه، به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه. اینو خاموش کنید. زمانی که خاموشش کنید گوشی رو یه بار ریست کنید، گوشیتون به حالت عادی و بدون لج برمیگرده. خیلی ممنون از توجهتون. لطفا کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید